دوستان سلام. یادتونه شیخ پری چه وعده‌هایی واسه پسا برجام میداد؟ انتری نژاد میخواست پول نفتو بیاره سر سفره، اینم میخواست پول برجامو ببره تو خونه ها. حالا همین شده یا تو دست باند خامنه که ماسخور شیخ پری رو بچسبن و بگن چی شد؟ پول برجام چی شد؟ کلید اعتدال چی شد؟ این رفت و آمدهایی که الان هست، این رفت و آمدها هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونم. دولت اولویت های کشور رو در نظر بگیر. ما اولویت هایی داریم، البته نیاز خیلیه. میدان نیازهای کشور میدان وسیعی است، یعنی شاید اصلا قابل شمارش نباشه. باند خامنه میگه این وضعیت قاراش میشه اقتصاد همش تقصیر باند کوسه است. میگه اگه حرف عظما رو گوش کرده بودید و میرفتی تو خط اقتصاد مقاومتی به این روز نمیافتادیم. عملا من میتونم الان به شما بگم که هیچ گونه برنامه‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود نداره. عمدتاً اقتصاد ما فرهنگش و ساختارش مبتنی بر اقتصاد سوداگری یا مرکانتیلیستی شکل میگیره. ببینید ما در حوزه اقتصاد مردمی آیا حرکتی داریم میبینیم؟ اتفاقی افتاده؟ ما الان هزار میلیارد تومان الان که براتون صحبت میکنم نقدینگی تو این اقتصاد هست. حالا منظورش از اقتصاد مقاومتی چیه؟ هیچی. میگه آقا بذار سپاه خورتومشو فرو کنه تو اقتصاد مملکت و انقدر بکشه بالا تا بترکه. محتوای اقتصاد مقاومتی چیه؟ میگه واگذار به مردم بود، دنبال مشارکت مردم باشی در اقتصاد. ولی عملا اگر بشه که حالا دیگه کنترل دولت هم نیست، سازمان بازرسی هم کنترل نمیکنه، یه دست نهادایی باشه که نظارتشون محدودتره. سپاهو میگه دیگه. کنترل روی کدوم نهاد کمتره؟ این همون مافیای پاسدار است که با مافیای دونکلونه میگه زکی. خلاصه کنم دعوای دزداست. حالا ببینید باند شیخ پری چطوری وضع خراب اقتصادو میندازه گردن اون یکی باند. مسئله اساسی اینه که یک کشور وقتی اداره میشه یه دولتی میاد بیرون، دولت 11 که مشکلات عمده‌ای هم از دولت قبلی به ارثش رسیده، دیگه کار تئوری بازی و اینا نیست. بگیم ما میدونیم که این برنامه نیست، ما میدونیم که این 1 سال حل نمیشه، ما میدونیم که جدایی از نفت 2 سال حل نمیشه، 5 سال حل نمیشه. عرضم به خدمتتون آخوند و چه به اقتصاد. مگه اون امام راحلشون نگفت اقتصاد مال خره؟ دست اینا واسه همه دیگه روه، نه این خوبه نه اوشون، لعنت به هر دوتاشون. نه اقتصاد مقاومتی نه مسافرتی. درمون اقتصاد ایران سرنگونیه. بله سرنگونی ایل و تبار دزدا. فعلا خداحافظ.